دادگاه ولایت سوخت یک ساکن محلی را برای تبلیغات جنگ سوریه به 16 سال زندان محکوم کرد. دادگاه گفت این مرد ساکن شهرک ناوی ناحیه اسپیتامن در تشکیل اتحاد جنایی و جلب شهروندان تاجیکستان به جنگ‌های سوریه گناهکار دانسته می شود. دادرس منظوره لطیفزاده بر رادیوی آزادی گفت این مرد از روسیه ایستاده به تبلیغ شهروندان برای شرکت در جنگ‌های سوریه و عراق مشغول شده است. حالا در خط با ما از شهر خوجند خبرنگاری رادیوی آزادی معصوم محمد رجب است. معصوم بگوید آیا این مرد در چه شرایط بازداشت شده است؟ این ساکن 29 ساله ناحیه اسپیتامن در مرز اوکراین و روسیه بازداشت شده است. در ماه ینور سال روان سرحدبان‌های روس به دلیل نقض قانون گذر این نفر را بازداشت میکنند و به تاجیکستان به وطنش به استرداد میکنند و مقامات سوخت که درباره به سوریه سفر کردن و به جنگ سوریه دعوت کردن شهروندهای تاجیکستان درباره این نفر معلومات داشتند، او را بازداشت و علیه وی پرونده جنایی باز میکنند. این شخص که 29 ساله بوده، ساکن شهرک نو مرکز ناحیه اسپیتامن است. سال 2013 به سوریه سفر کرده، مدت 15 روز در آنجا تمرین حربی دیده است. و زمانی در سوریه بودنش به سازمان تروریستی جبهتون نصره شامل شده است و بعد بازگشت است، بعد 15 روز تعلیم و ترمیم به شهر مسکو روسیه شهروندان تاجیکستان را به این سازمان دعوت می‌کرده است و از اعضای این سازمان حق عضویت جمع می آورده است و شهروندان تاجیکستان را به رفتن به سوریه و اشتراک در جنگ‌ها دعوت می‌کرده است. از روی امور رسمی ما می‌دانیم که تنها از ولایت سوخت 150 ساکن محلی برای شرکت در جنگ‌های سوریه رفتند. از سرنوشت دیگران هیچ خبری هست؟ بله، طبق معلومات رسمی از ولایت سوخت در جنگ‌های سوریه 110 نفر ساکن منطقه شمالی تاجیکستان اشتراک داشتند و از اینها برخی 23 نفر با همسران خود و 37 نفر با اطفال خود در سوریه قرار داشتند و مقامات تاجیکستان میگویند که 36 نفر از شهروندان تاجیک که در سوریه بودند از اشتراک در جنگ‌ها در آن کشور پشیمان شده و وطن برگشتند. در حال حاضر 3 نفری که برگشته اند از ولایت سوخت هست و نام و نسب آنها مشخص است. در چندین جمع آمدها در نزد حاضران آنها از سفر سوریه و پشیمان شده برگشتنشان نقل کردند. یکی از آنها جهانگیر تیموروف است و عادل پولاتوف دومی از ناحیه اسپیتامن و فروخ شریفوف از شهر خوجند. این 3 نفر دقیق است، ولی مقامان میگویند که بیشتر نفران از سوریه و جنگ در کشورهای دیگر شرق به وطن برگشته اند. اما در همین حال باز مقامات درباره کشته شدگان، نفرانی که از ولایت سوخت به جنگ سوریه و دیگر کشورها رفته کشته شده اند میگویند درباره کشته شدگان، اما رقم شماره انیق آنها معلوم نیست. تا حال حاضر معلوم است که در چند ساکن اسفره در سوریه کشته شده اند و از ناحیه های دیگر هم یگان کشته شدگان درباره کشته شدنی بعضی نفرانی که اشتراک در جنگ سوریه دارند خبرها میرسد. تشکر. همکارم معصوم محمد رجب از شهر خوجند بود.